مامان ما رفتم بیرون باز ما کار نداری؟ اوه لگشت از برای خدا کم میقصد بگرد بیا برو خانمانی رو جمع کو بگو مثلا دستو خواستگار میاد. وای مامان بگو به خدا واسه نمیخوای خواستگار بیام؟ آخه جون کیه؟ یک بچه دست خوانده با شخصیتی با ادب. خب ببین مامان بستگی داره که دست خوانده کجا باشه. ما دست خوانده خارجی میخوام. میدونی که ما فقط عشقشی خارجیم. او خیلی هم مناسبه در شأن هستی اونمو رو خوش میکنی. قصد کیور نکو فردا گدا میسراغ است تو. نمیخوام مامان باید حتما پولدار بشه. ما که نمیتونیم این همه سال پیش اسو زاری کردیم یک لباس باسه از ما با منت خرید زاری کرده شیشته. باید یک رشی کنیم که وقتی کیفی پول خوره باز کردیم ما مقدش رشی عشق محبت چرا ببینم نگاه کو عشق محبت است تو لباس نداری ما لباس دست در منت خریدیم خاک دستت خجالت بکش بار اصل خر برده نمیتونه ما نمیتونم داش بگو نه ما به پول رنگ در رنگ من نمیشینم یا لیمون ترگد از من شروع کرده که ما نمیتونم ما نمیخوام به پول فلانه خدا بدونه که او به تو خوشیمه یا نمیگه زی قرقیافت تو خدا مامان به خدا تو چقدر ساده ای عید خوش نکنه مهم که ما خوش نکنیم مهم مایم تو داشتم خوش نکنم بگو برای چی بخاطر از این ادب شخصیت از واسه از ما آمان نمیشه ما ادب شخصیت از خورده میتونم فردا مرا گوش نبله خدا چی مستوره قد خاک پر کنه دختری چیم سفید تو از کجا میدونی تو گوش نمیله شد که فردا یک شوی خارجی اومد تو رو گرفت تا کشور غریب گوش نمیدی اون تر خوب میشه تا کشور غریب گوش نمیدی خوب میشه میتر باشه مامان اینقدر حرص و جوش نخور مامانم بیرون عشق و محبتای تو رو خرج کنیم خواستگار مسکارم جواب کن تو رو مگم این که آخر شه یک گیدای بابا اگه تو رو نمت بگیره اینویش حالا برگم شو